این که میبینین قرآنه، کتاب خرافات مسلمونا و عرباست که به زور با کشت و کشتار و اشغال کشور ما این منبع خرافات رو به سر ما آوردن، باعث بدبختی کشور ما شده. خرافات رو باید سوزوند. الان قرن 21. حالا من دارم روش نفت میریزم، نگاه کنید. این که میبینید من الان روش میریزم نفته. قشنگ روش نفت بریزید اینجوری. حالا ببینید که چجوری میسوزه، نگاه کنید. قرآن رو باید سوزوند. ببینید من چجوری اینو سوزوندم. مرگ بر دین کثافت اسلام، دینی که بردهداری رو تو این کتابش کار درستی دونسته. ما ایرانی هستیم، گور پدر این دین کثیف. بفرستینش همون جایی که اومد، همون واسه عربا خوبه. این کارو هممون باید بکنیم. ما ایرانی هستیم، قرآن رو بسوزونیم. قشنگ ببینیم بسوزه. ببینیم بسوزه.